در شبکه‌های اجتماعی نواری وحشتناک پهن شده است که در آن ظاهراً شکنجه محبوسان یکی از زندان‌های قزاقستان به نظر می‌رسد. میخوای شکایت کنی؟ نه واقعاً؟ نه شکایت نمیکنم. در یک دیدن نوارهای ویدیو که در شبکه یوتیوب جای داده شده اند، شکنجه محبوسان در زندان زریچنی واقع در نزدیکی شهر المعطا مشاهده می شود. در یکی از نوارها محبوس 26 ساله دمیتری ارتیوشنکو از دادستانها کمک خواسته تاکید می کند که وضع رقت‌آور زندان او را به حالت خودکشی رسانده است. بر پایه ماده 20 کنستیتوسیای قزاقستان اعتراض میکنم وضع زندان مرا روح افتاده کرده به خودکشی میرساند. بعد نشر نوارها مقامداران قزاق اعلان کردند که در این رابطه معاون رئیس یکی از زندانها و 4 ناظر محبس بازداشت شدند. اتهام آنها آشکار نشده است. سرپرست مقام رئیس نظام زندانهای قزاقستان علاوه کرد که 7 خادم دیگری محبس برکنار شدند. کمیسیون اخلاقی 7 نفر را به خاطر رفتار ناشایان برکنار نمود. رئیس محبس از مقامش سبکدوش شد. 2 معاونش برای رفتار ناشایان برکنار شدند. مأموریت بخش منطقوی مؤسسه های اصلاحی تنبیه گرفت. استفاده تلفن های موبیلی در زندان ها منع می باشد. احتمال از این رو مؤلفان نوارها خود را آشکار نکردند. شاید ارتوشنکو هم برای نشر اظهاراتش جزا گیرد. منصبدار قزاق با اشاره به سری تفتیشات از تقدیم معلومات بیشتر خودداری میکند. بر پایه قانون جنایی و سری تفتیشات ما نمیتوانیم چیزی کنیم. محبوسان و حامیان حقوق در گذشته هم از وضع ناگوار و شکنجه در زندانهای قزاقستان شکایت کردند. سال گذشته یک عده منصبداران برای داشتن نقش در شکنجه و مرگ یک محبوس از آزادی محروم شده بودند.